منافقت آخوند. وقتی یک سنی رو دیدید با کمال احترام با او برخورد بکنید، با کمال ادب و احترام. بر پدر و مادر هرچی سنی لعنت. وقتی یک سنی رو دیدید با کمال احترام با او برخورد بکنید، با کمال ادب و احترام. هرچی سنی حرومزادن. چرا؟ چون او طرفدار عمر است، تو طرفدار علی هستی. شما باید فرهنگ علوی رو نشون او بدی. بر پدر و مادر هرچی سنی لعنت. که او عاشق علی بشود و بفهمد که امیرالمؤمنین چه دانشجویی تربیت کرده. عمر لعنت الله علیه. عجب حرومزاده خری این ابوبکر لعنت الله علیه. فوش بدی کم علی میگذارد. ما نمیگیم فوش بدید. عمر لعنت الله علیه. ما نمیگیم فوش بدید. بر پدر و مادر هرچی سنی لعنت. ما نمیگیم فوش بدید. هرچی سنی حرومزادن. هرچی سنی حرومزادن. هرچی سنی حرومزادن. ما نمیگیم فوش بدید. ما نمیگیم فوش بدید. ما نمیگیم فوش بدید. پس بین ما و اهل سنت جز منطق، جز برادری، احترام و تواضع چیزی دیگری نباید رد بشه. بله آقایان وهابیون فحش میدن و که به نفع ماست که معلومش اینا منطق ندارن. پس بین ما و اهل سنت جز منطق، جز برادری، احترام و تواضع چیزی دیگری نباید رد بشه. بله آقایان وهابیون فحش میدن و که به نفع ماست که معلومش اینا منطق ندارن. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. آیا مردم را به نیکوکاری فرمان می دهید و خودتان را از یاد می برید؟ حال آنکه کتاب آسمانی را می خوانید آیا نمی اندیشید؟ یه جوون هم میمدن سوال میگن. یه جوونی گفت که حاج آقا شما نظرتون در رابطه با لعن علنی چیه؟ اینجا که همه شیعن. گفتم نه معلوم نیست همه شیعه باشن، ما که نمیشناسیم. گفت چرا؟ بعد زد رو زانوی بغلیش یه جوونی بود. گفت آقا شما؟ گفت من از سنندج آمدم، از برادران اهل سنت. گفتم بفرما. این دیگه مرد. این دیگه مرد. ببین کسی که غیر شیعه که شاخ و دم نداره که، عین من و شماست. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. و انگامی که با مؤمنان روبرو می شوند می گویند ما نیز مانند شما ایمان آورده ایم و چون با شیاطین و دوستان گمراهشان تنها می شوند می گویند ما با شما هستیم و تنها مؤمنان را به استهزا و ریشخند می گیریم. الله آنها را به استهزا می گیرد و رهایشان می کند تا کورکورانه به گمراهی و سرکشی خیش ادامه دهند. ما در برخوردمون با اهل سنت یا با یک وهابی نهایت ادب را که نشانگر تربیت ما در مکتب اهل بیت باید نشان بدیم. ما در برخوردمون با اهل سنت یا با یک وهابی نهایت ادب را که نشانگر تربیت ما در مکتب اهل بیت باید نشان بدیم. بر پدر و مادر هرچی سنی لعنت. عمر لعنت الله علیه. این ابوبکر لعنت الله علیه. فوش بدی کم علی میگذارد. ما نمیگیم فوش بدید. ها انتم اولئک
تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. هان این شمایید که آنان را دوست دارید ولی آنان شما را دوست ندارند. شما به همه کتاب‌ها ایمان می‌آورید و چون با شما دیدار کنند می‌گویند ایمان آورده ایم و انگامی که با هم تنها شوند از شدت خشم و کینه نسبت به شما انگشتانشان را می‌گزند. بگو از خشم بمیرید، همانا الله به راز دلها داناست.